نظر من کنافه یکی از خوشمزه ترین دسرهای دنیا است که خیلی هم پرطرفداره. خودت میتونی این دسر خوشمزه رو تو خونه بدون فر و روی گاز درست کنی. برای شروع شکر، آب و آب لیموی تازه رو داخل قابلمه میریزیم، روی حرارت قرار میدیم و 10 دقیقه اجازه میدیم تا بجوشه و بعدم کنار میذاریم تا سرد شه. رشته‌های کادایف رو داخل یه ظرف میریزیم و کاملا اونا رو خورد میکنیم. اگر دوست داشتید میتونید یه کوچولو زعفرون دم کردن به اون اضافه کنید تا رنگش خوشگل‌تر شه. بعدم کره‌ای که آب کردیم رو به اون اضافه میکنیم و کاملا همه رو با هم خوب مخلوط میکنیم. این ظرف مخصوص این دسره که میتونید از مایتابه هم استفاده کنید. دیواره قالبمون رو با کره‌ای که توی دمای محیط بوده کاملا چرب میکنیم. حالا نصف رشته ها رو داخل قالب میریزیم و کنارا و کف اون رو کاملا فشرده میکنیم. برای این دسر از پنیر موزارلا گیلاسی استفاده کنید، اون رو آبکش کنید و بعدم بین 2 تا دستمال اون رو فشرده کنید تا آبش کامل گرفته شه. حالا پنیرا رو از وسط باز کنید و به همین صورتی که میبینید کنار هم دیگه بچینید. پسته ها رو خورد کنید اندازه‌ای که زیر دندون بیاد و بعدم روی پنیرها رو پر از پسته کنید. دیگه رشته ها که باقی مونده رو روی پنیرها میریزیم و با دست کاملا اونا رو فشرده میکنیم. بعدم روی حرارت ملایم 4-5 دقیقه قرار میدیم تا برشته شه. از کنارها اونو چک میکنیم، اگر برشته شد داخل یه ظرفی برمیگردونیم، یه کوچولو کره ته ظرف میریزیم و اجازه میدیم تا اون طرفش هم همینطور برشته شه. اگر داخل مایتابه درست کردید به همین صورت انجام بدید. دو طرفش کاملا برشته شد از روی حرارت برمی‌داریم و بلافاصله شیره سرد شده رو روی اون میریزیم و روش هم با پودر پسته تزیین میکنیم و تمام.